امروز بعضی ناهماهنگی‌های هم در بین جامعه جهانی و دولت افغانستان احساس میشه. از طرفات غیر نظامی که واقع میشه، گاهی است حکومت افغانستان با خارجی ها روبرو میشه. راه حلش این نیست که تلفات نظامی آمد باز اینا بین خود جنجال کنند. راه حلش این است که مرزهای افغانستان را امن کنند، نگذارند که تروریسم از آن سوی مرزها بیاد وارد افغانستان شود. امروز نزدیک 50,000 نفر نیروی مسلح در وزیرستان شمالی از ملل مختلف دنیا جمع شدن که اونجا تعلیمات تروریستی و آموزش‌های تروریستی می‌بینند. از کشورهای عربی، از کشورهای آسیای مرکزی، از چچین و از ازبکستان و از اویغور و از جاهای مختلف جهان نژادهای مختلف را اونجا میبرن تربیه میکنن از راه ترانزیتشان به افغانستان. چرا بی‌تفاوتن بسیاری از جاها و چرا بی‌تفاوتن حکومت افغانستان؟ این چیزهایی است که ملت‌ها باید بدانند که حکومت‌هایشان چی میکنند. اگر تروریسم از افغانستان عبور بکنه، کشور روسیه هم آسیب پذیر میشه. ما به همسایگان ما را و کسانی که در قضایا زینف هستند در منطقه احترام می‌گذاریم و می‌خواهیم که در مقابله با تروریسم، در مقابله با مواد مخدر همکار باشیم. اما متاسفانه مراکز آموزشی که در آن سوی مرزهای کشور ماست، اینها هم ما را به تباهی می‌کشانند و هم دنیا را و هم منطقه ما را. همه جهان باید دست به دست هم بدن و رشته تروریسم را بخشانند. علما و دانشمندان اسلام، روشنفکران مسلمان باید زبان تفاهمشان با دنیا را مشخص کنند، زبان برخوردشان را با مکتب‌های دنیا مشخص کنند. جنگ امروز راه حل نیست. امروزه که بشر با سلاح‌های کشتار جمعی مجهز هستند، هر کسی که فکر کنه که از راه کشتار جمعی و از راه جنگ میتونه بر جهان مسلط شود، اشتباه است. کار آخر به یک جایی میرسه که اگر اون سلاح‌ها استفاده کنند بشر نابود میشه. پس بنابراین ما باید به فکر نابودی سلاح‌ها باشیم، و فکر از این باشیم که بشر به اساس تکامل فکری و علمی که دارد این جهان را مثل خانواده بسازند. یک خانواده مشکلاتشون را با گفتگو تفاهم با هم دیگر حل میکنه، نه با جنگ. همه اولاد آدمند، همه ما فرزندان یک انسان هستیم که آدم و حوا نام دارد. دورتر شدن با هم نباید دشمن شوند. همه این 6 میلیارد انسانی که در روی کره خاکی زندگی میکنن پدر مادرشان یکی، ولو به اثر تغییر اقلیم ها و تباعد مناطق بین زبان هایشان دیگر شدن و رنگ هایشان تغییر کردن، همهشان کرامت انسانی دارند. قرآن می‌فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسان‌ها، ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم که آدم و حواست و شما را شعبه و طایفه قرار دادیم، ملل‌های مختلف شدیم به خاطر که همدیگر را بشناسید، با همدیگر تعامل کنید، تعارف داشته باشید، حقوق همدیگر را بشناسید. گرامی‌ترین شما نزد خدا کسی که تقوا داره، هیچ کسی کدام برتری نژادی و برتری قومی با هم ندارند، چون سرانجام اولاد یک آدمند و آدم کرامت ذاتی دارد. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر
ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. قرآن می‌فرماید ما کرامت دادیم انسان را. کرامت انسان از آدمیتش هست. ما کرامت دادیم انسان را تا کرمنا را بر سر ماهیت انسان گذاشتیم. اونها را در صحراها بر چارپایان و در دریاها و کشتیها سوار کردیم. اینها را مسخرشان ساختیم. اونها را بر بسیاری از موجودات جهان فضیلت دادیم. ابر، باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و غفلت نکنی. این همه نعم طره خاکی ما برای یک موجود با کرامت است که او انسان است. این نعمات را با هم عادلانه تقسیم کنند. تبعیضات و تفاوت‌های رنگ و زبان را کنار بگذارند. یکی با چه زبانی صحبت میکنه و چه رنگی داره، ولی سرانجام ماهیتش یکی است، انسان است. و این در شناخت از ارزش‌های دینی ما و دستاوردهای علوم بشری که امروز هست، تجربه هایی که بشر تمویل کرده است در عرصه‌های مختلف زندگی و قوانینی را که در رابطه با حقوق انسان و حقوق بشر و زن و جزئیات مسائل حقوق اطفال تدوین کرده است. اینها همه چیزهایی است که خداوند به عقل بشر داده است. عقل رسول باطنی است. همچنانی که رسولان الهی برای ما حجت است، دستاوردهای عقلی هم حرف رسول باطنی است. بنابراین همه اینها را با هم در یک تعامل منطقی میکس کنیم و برای بشر زندگی سعادتمند فراهم کنیم و دنیا باید امروز استاد شوند در مقابل دهشت، تروریسم، مواد مخدر، اینهایی که منطقه ما را و خانه مشترک بشر تهدید میکنه. در پایان عرایزم یک بار دیگر سالگرد شهادت یکی از پرچمداران عدالت‌خواهی و اسلام خواهی در جهان را، شهید مزاری را به شما تسلیت میگم و برای کل مردم افغانستان و از حضور گرم و صمیمانه شما در این محفل تشکر میکنم. از اینکه دوستان جلسهشان را 13 مارچ و 16 مارچ معطل کردند تا ترتیب سفر نقیر خدمتشان داده شود و در افتخار شما مفتخر شوم و در عزت شما اشتراک بکنم. صمیمانه تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الهی توان کن که انجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. نان کن که فردا به روز حساب تو خود قهر باشی و ما شرمسار. زنده باد اسلام، پاینده باد دموکراسی، همیشه باد وحدت و همبستگی میان همه اقوام با هم برادر افغانستان. و السلام علیکم. به شما السلام. استاد عزیز، واقعا سخنان ارزشمند و در خور توجه محفل امروز ما را زینت بخشید. از ایشان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. در